با سلام به چنل داستانگرافی خوش اومدید. لطفاً ویدیو را لایک کرده و چنل ما رو سابسکرایب کنید. سلام دوستان، من میخوام داستان و مشکلم رو براتون تعریف کنم. اول از همه معذرت میخوام بابت طولانی شدنش و تشکر میکنم بابت تایمی که میذارین. من از اول زندگیمو میگم چون مثل یه عقده شده تو گلوم. دوست دارم حرفامو یه جا بزنم که فکر کردم اینجا از همه جا بهتره. من تو خانواده‌ای به دنیا اومدم که وضع مالی خیلی بدی داشتیم. یعنی تو بچگی همیشه لباس کهنه مردم رو میپوشیدیم و غذای گرم نداشتیم. خب سختی زیاد کشیدیم. پدرم وقتی من ابتدایی بودم فوت کردن و مادرم دست تنها ما رو بزرگ میکرد. خواهر و برادرای من همگی ازدواج کردن و من بچه آخر بودم. بچه یکی به آخر هم برادر بزرگترم بود که اونم مجرد بود. من و مادرم و برادرم ستایی با هم زندگی می کردیم. من 12 سالم بود و برادرم به شدت آدم خوشگذران و رفیق بازی بود. هر شب خونه با رفیقاش بساط می کرد و مشروب و اینا به راه بود. همیشه مست می کردن و مادرم منو از ترس اینکه بلایی سرم نیارن می برد تو اتاق و در و روم قفل می کرد. آره، داداشم می گفت رفیقای من خیلی پسرای خوبن و از این حرفا. یعنی به هیچ عنوان حاضر نبود دست برداره از این کاراش. یه شب که با رفیقاش جمع شده بودن خونه، من دستشویی داشتم و مادرم در رو باز کرد منو ببره دستشویی که همون موقع برادر من رفته بود از انباری تو حیاط وسیله بیاره بالا. یهویی یکی از رفیقاش که قشنگ مشخص بود حالش دست خودش نیست حمله ور شد سمت من. مادرم اومد نذاره که رفیقای دیگه‌اش مادرم رو گرفتن. اونم منو بغل کرد و بوسم میکرد و دست میکشید رو بدنم که برادرم با شنیدن جیغای مادرم اومد بالا، ولی به جای اینکه رفیقاشو دعوا کنه منو دعوا کرد. همونجا منو گرفت به باد کتک که تو خرابی و تو بغل رفیق من چی کار میکنی؟ در حالی که من فقط یه دختر بچه بودم و واقعا چیزی نمیفهمیدم. برادرم از این مردا بود که میگفت دختر تا خودش نخواد مرد نمیتونه کاری کنه. یعنی در حالی که رفیقش منو گرفته بود به زور و من جیغ و داد میکردم، در حالی که دست و پا میزدم که اون ولم کنه، همچنان آقا معتقد بود که من خرابم و اینکه اگه خراب نبودم نمی اومدم جلو چشم رفیقاش خود نمایی کنم. شاید باورتون نشه ولی بازم رفیقاشو می آورد خونه. البته نوبتی بودا، 2-3 روز یه بار می اومدن اینجا. ولی چی بگم آخه. داداشم بعد اون ماجرا می گفت این دختر هرزه است، باید هرچه زودتر زن یکی از رفیقام بشه وگرنه آبرومونو میبره. حالا رفیقاشم عیاش و معتاد. من یه رفیق خوب داشت. هر شب خونه ما دعوا افتاده بود. میگفت این خرابه، آخرش آبروی ما رو میبره. مادرم که اوضاع رو دید خود چی کار میکرد بیچاره. مادرم وقتی که اوضاع رو دید گفت باید ازدواج کنی. اونم با کی؟ یه مردی که 20 سال از خودم بزرگتر بود. من 12 سالم بود، اون 32 حدوداً. کلی گریه کردم. گفتم تو همون اتاق میمونم. گفتم دیگه دستشویی نمیرم تا رفیقاش برن. گفتم هر کاری میکنم فقط زن این نمیشم. میترسیدم کلن از این ازدواج کلن میترسیدم. آخه
من 12 ساله با یه مرد 30 ساله. مادرم پا به پای من گریه میکرد ولی میگفت عیب نداره، اینجوری از این وضع بهتره و نجاتت میده. آخه چه نجاتی؟ منو به زور زن آقا کردن و همونجا عهد کردم با خودم. گفتم وقتی بزرگتر بشم فرار میکنم و نمیمونم پیشش. شوهرم خدایی مرد خوبی بود. منو گذاشت درس بخونم و تا 1 سال همخوابی نداشت باهام. میگفت سنت کمه و با 1000 محبت و اینا به هم نزدیک میشد و منو راضی کرد به نزدیکی. خیلی هم مرد آرومی بود. نه خسیس بود نه شکاک بود. منو دوست داشت ولی خب من دوستش نداشتم و همیشه منتظر فرصت بودم که از اون خونه برم. وقتی 15 سالم بود حامله شدم و دخترم به دنیا آمد. بعد اون دیگه بچه دار نشدم. من گفتم نمیخوام، بچه نمیخوام دیگه. راستیتش شوهرم هم قبول کرد. در واقع فقط بچه رو دست و پا گیر میدیدم چون حاضر نبودم بمونم تو اون زندگی به هیچ عنوان. تو اون مدت زندگی آرومی داشتم ولی دل مرده بودم. علاقه به همسرم نداشتم. همش منتظر بودم شرایط جور بشه و من برم. با خودم عهد کردم بعد از اینکه دخترم ازدواج کرد جدا بشم. دخترم وقتی 17 سالش بود با یه پسری عقد کرد و من بلا فاصله بعد عقد دخترم به شوهرم گفتم منو طلاق بده. شوهرم خیلی سعی کرد راضیم کنه ولی من راضی نشدم. باورتون میشه حتی گریه میکرد که من بمونم و طلاق نگیرم. گفت دوستت دارم ولی خب من جدایی میخواستم. از اولم به همون قصد اومدم تو زندگیش. درخواست طلاق دادیم و توافقی جدا شدیم. شوهرم مقداری که در توانش بود مهریه رو بهم داد و منم تصمیم گرفتم از اون شهر برم. دخترم هم عقد کرده بود. قرار بود چند ماه بعد عروسی کنه و من خیالم ازش راحت بود. از اون شهر رفتم به یه شهری که 2-3 ساعت فاصله داشت. خونه گرفتم و رفتم سر کار. اونجا کسی منو نمیشناخت. ولی مشکل از اینجا شروع شد که چند ماه بعد دخترم عروسی گرفت و رفت خونه خودش. همون شب با گریه زنگ زد به شوهرم که بابا به دادم برس. متاسفانه شوهرش بیمار جنسی بوده و به طرز خیلی بدی با دخترم رابطه برقرار میکنه که دخترم کلن بدنش پاره میشه. کل بدنش کبود بود و خونریزی داشت. ما متوجه شدیم شوهرش از نظر رابطه بیماره. دخترم به شدت ترسیده بود و گفت حاضر نیست دیگه برگرده به اون زندگی. خانواده پسره وقتی فهمیدن حاضر شدن توافقی طلاق بدن چون پسرشون حاضر نبود بره خودشو درمان کنه. بعد اون اتفاق دخترم خیلی افسرده بود و تحت درمان قرار گرفت. کابوس میدید و گریه میکرد مدام. شوهرم چند بار ازم خواست برگردم ولی من قبول نکردم. الان که از قید و بند همه چی آزاد شده بودم شوهرم هم چند وقت بعد با رضایت دخترم زن گرفت. چون میگفت تنهایی زندگی کردن خیلی سخته و چند بار از من خواست که برگردم اما قبول نکردم. دخترم بعد ازدواج پدرش اومد پیش من. گفت نمیخوام مزاحم زندگی پدرم بشم. با اینکه شوهرم و زنش ازش خواستم بمونه. دخترم اومد پیش من. یه خونه کوچیک گرفتیم و هر دو سر کار میرفتیم. حال دخترم کم کم بهتر شده بود. از نظر قیافه بگم من خودم ظاهر خوبی دارم. نمیخوام تعریف الکی بکنم
ولی حقیقتا اصلا به سن الانم نمیخورم و خیلی جوانتر نشون میدم. از نظر زیبایی بخوام توصیف کنم، قد بلند دارم. بدنم یک کمی رو به لاغری و چهرم رو همه تعریف میکنن که زیبام. دخترم هم کپی خودمه. قطعاً، چون اون جوانتره، خوشگلتره. تو این مدت من تو شرکت با مردی آشنا شدم که فکر میکردم همون مردی که من میخوام. واقعا دقیقاً همون چیزی بود که من میخواستم. از نظر محبت، از نظر اخلاقی، برخلاف همسر سابقم شر و شیطون و شلوغ بود. شاد و سرزنده بود و این خیلی عالی بود. من واقعا این رفتارش رو میپسندیدم. وقتی باهاش بودم احساس میکردم دقیقاً این اون زندگی هست که این همه سال از من گرفته بودنش. چند باری باهاش بیرون رفتم و همه چیز عالی بود. یه خونه مجردی داشت و تنها زندگی میکرد. البته دخترم رو ندیده بود. میدونست دختر دارم ولی ندیده بودتش. چون 2 شرکت مختلف کار میکردیم با دخترم، ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و همه چیز عالی بود. تا اینکه گفت دختر تو ببینم و آشنا بشیم. وقتی اومد دخترم و دید، من متوجه برق چشاش شدم قشنگ. ولی گفتم لابد پدرانه دوستش داره و اصلا به هیچ عنوان ذهنم جای بدی نرفت. چند روز بعد اون ماجرا دیدم دخترم خیلی حالش گرفته است و همش تو خودشه. یه روز اومد گفت مامان باید با این آقا به هم بزنی و تمومش کنی. گفتم چرا؟ گفت چون به هم پیام داده و حرف عاشقانه زده و گفته تو رو میخوام. من عصبی شدم همونجا. خواستم زنگ بزنم به اون آقا و تمومش کنم. دخترم گفت نه، این حتما کثافتکاری های دیگه میکنه، بذار بیفتیم دنبالش. چند روز مرخصی گرفتیم و افتادیم دنبال این آقا که متوجه شدیم کلن دروغ گفته و بله، زن و بچه داره. منم آدرس زنش و اسم و شماره و همه چیزش رو پیدا کردم از طریق همسایه هاشون. یه روز همه رو براش فرستادم و زنگ زدم گفتم باید تموم کنیم و کلی حرف بارش کردم. گفت با دخترت بیاین خونه، من توضیح میدم این زنمو که دارم این زنمو طلاق میدم بابا خانوم و میگم که دارم جدا میشم ازش تا باور کنی. ولی دخترت هم بیار، اونم باید باور کنه چون قراره پدرش بشم و از این حرفا. چیزی راجع به این که میدونستم به دخترم پیام داده نگفتم. یعنی رو نکردم که من میدونم تو بهش پیام دادی. من و دخترم رفتیم اونجا. یعنی من گفتم نریم، ولی دخترم گفت بهتره بریم ببینیم قضیه چیه و گوشیشو گذاشت رو ضبط صدا. گفت از طریق این میتونیم مدرک جمع کنیم. ما رفتیم اونجا. وقتی وارد شدیم فقط خودش بود و اولش چای اینا آورد که من نخوردم. بعد رفت نشست کنار دخترم. منم گفتم سریعتر بگو حرفاتو، میخوایم بریم. اونم شروع کرد که آره من زنمو نمیخوام و از این حرفا. کلن هم کنار دخترم نشسته بود و همش دست میکشید رو بدن دخترم. ولی دخترم با اشاره به من گفت عیب نداره، چون میخواستیم صداشو ضبط کنیم. که یهو دستشو برد تو لباس دخترم. من عصبی شدم، با کیفم زدمش که دیدم 4 تا از رفیقاش از اتاق در اومدن بیرون و من و دخترمو گرفتن و به طرز بدی به همون تجاوز کردن و همش حرفای تحقیرآمیز، فحش میدادن، کتک میزدن. الان دخترم دوباره دچار مشکل روحی روانی شده، نه خواب داره نه خوراک. من میخوام از این آقا شکایت کنم الان، ولی 2 تا راه دارم. نمیدونم کدوم بهتره. یکی این که از این آقا شکایت کنم چون صدای ضبط شدهش هست. حتی نمیدونم این صدای ضبط شده مدرک میشه یا نه.
و یکی این که همه اینا رو ببرم به زنش نشون بدم. به نظر شما راه درست چیه؟ اگه شما بودین چی کار میکردین؟ شکایت میکردین یا به زنش میگفتین یا ازش حق و سکوت میگرفتین؟ چون با اون صدا میتونم تهدیدش کنم. الان 2 روز پیش از اون اتفاق میگذره و نه اون زنگ زده و نه من هنوز تصمیمی گرفتم. ممنون میشم پست کنید. لطفاً به هم راهنمایی بدید و کمکم کنید.